سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. تو این ویدیو قراره که بهتون یاد بدم چطوری تو فایوم چیت بزنید. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما مطمئن باشید که کانال من رو سابسکرایب کرده باشید یا ویدیو رو لایک کرده باشید. خب بریم سراغ آموزش. اول اینکه من بهتون یاد میدم این چیت رو چطوری از کجا دانلود کنیم و چطوری تو گیم رانش کنیم. بعدش یاد میدم که چطوری تو گیم استفاده ازش کنیم، چون یه کمی سخته کار کردم باهاش. خب اول از این که من تو پایین ویدیو لینک دیسکوردمو گذاشتم. بیای تو دیسکورد تو قسمت چیت فایل من فایل جی تی رو گذاشتم، میتونی از اینجا دانلود کنی. به خاطر اینکه لینک مستقیم دانلودش رو نمیذارم چون یوتیوب پاک میکنه لینکو، چون فایل چیته، به خاطر همون. خب اول اینکه این فایل رو دانلود میکنیم. خب ما الان فایل رو دانلود کردیم. خب فایلی که دانلود کردیم یه همچین صفحه‌ای باز میشه براتون. اول اینکه بریم تو فایل GH اینجکتور، ستاب GH اینجکتور رو ران کنید. خب صبر کنید بالا بیاد. بالا اومد. خب از اینجا یه دونه بیاید عقب. اینجا یه فایلی هم گذاشتم به اسم GTA5 فانتوم. خب اینو اینطوری نگهش میدارین، روش میکشیم پایین، اینجا نولش میکنید. خب حالا اینو میبندیم. حالا اینطوری شد. خب اینجا الان حتما باید این بغلش این تیکه رو بزنید، یه مربع حتما تیکش رو بزنید، چون نزنین چیت کار نمیکنه براتون. خب حالا الان بریم سراغ آموزش که چطوری تو گیم رانش کنیم این چیتو. خب من دیسکورد رو میبندم. خب بریم سراغ آموزش. اول اینکه فایومو لانچ کنید که بریم تو فایوم. خب فایوم الان بالا اومد. خب الان هیچ کاری نمی‌کنیم، بریم تو سرور. یه دونه سرور هست میلیون خالی توش، بریم اونجا چیتو تست کنیم ببینیم چطوری کار میکنه چیت. خب من از همینجا ویدیو رو کات میکنم که تایم ویدیو زیاد بالا نره الکی. خب آقا ما الان اسپان شدیم و اینجاییم. خب الان اینجا برنامه گفته بودم که باز باشه حتما. خب یه دونه آلتپ میزنیم رو برنامه. خب اینجا سلکت پروسرز رو میزنیم، یه چیز نوشته 5M GTA process.exe. خب اینو انتخاب میکنیم، بعد سلکت رو میزنیم. خب سلکت رو که زدیم اینجا دکمه اینجکت است، اینجکت رو میزنیم. دیگه به هیچ چی دست نزنیم، دیگه به هیچ چی دست نمیزنیم، چون میخواد چیت رام بشه، به خاطر همین گاتی میشه دست بزنیم. و همینجوری بمونه تا فکر کنم عدد 25 اینا بره، فکر کنم. آره خب گفت که everyone ready. خب الان این تموم شد. صبر کنید خودش میبنده، شما نبندید، خودش میبنده. ببینید بست. خب الان بازی آل تپ میکنیم، میایم تو فایل. ببینید الان چیتمون اوکی شده. صبر کنید الان بگم چطور چیز کنم. خب الان با دکمه اینزرت هم میاد بالا، ولی بعضی از سرورها رو دکمه اینزرت چیزی گذاشتن. دکمه اینزرت رو که میزنی از سرور میندازتتون بیرون، یا با F10. ببینید باز بالا آمد، ولی F10 یه کمی سخت میشه چون منوی چیزم باز میشه سرور، به خاطر همون. الان شما با اینزرت کار کنید. ببین اینزرت رو که میزنیم اینجا گزینه‌ای داره: پلیر، وپن، ایم بات، ویکل، 3D ریدر، 2D ریدر، آدم. ما از قسمت پلیر شروع میکنیم. خب اینجا صبر کنید مهماش رو بهتون بگم. اولیش که اینجا صبر کنید اول تیپی رو بهتون بگم.
اینجا یاد که ویتینگ منتظر یه دکمه برای تیپ استفاده کنیم. مثلا ما دکمه چند، مثلا دکمه 8 رو برای تیپ انتخاب میکنیم. دکمه 8 رو که انتخاب کردیم باز اینزرت رو میزنیم، یه جایی رو مارک کنیم، مثلا کجا بریم. مثلا بریم کجا بریم، مثلا بریم این شاپ که اینجاست. ببین من الان دکمه چند گذاشته بودم؟ دکمه 8 بود. آره 8 رو که بزنم تیپی الان اینجا لود نکرده بود، به خاطر همین اینطوری شد. سرورم یه کمی باگ داره. آها ببینید باز اومدم این جایی که مارک کرده بودم. حالا میرم باز جای قبلی، اینجا رو مارک میکنم. این دکمه 8 رو که میزنم باز میام اینجا. سرور البته باگه، تو این سرور چیز میزنی میفتی زمین. آها اوکی شد. خب دیدین الان چیت تلپورت بود که میتونی خودتون تیپی بدیدیم بر اون. باز اینزرت رو میزنم. دیگه چه چیزایی هستش؟ یه دم که نو ریلوده، وقتی که تیر میزنید خیلی سریع ریلود میکنه که اینا به نظرم آن نکنید چون نو میرید. خب قسمت وپن خیلی از سرورها چیزشو دارن، آنتی چیتشونو، ولی اگه نداشته باشن نصف شبی مثلا برین گیو وپن رو بزنین. خب الان به من نزدیک تقریبا 1000 تا اینو گان داد، میگم 1200 تا اینو. ببینید همه مدل پیستول، همه مدل اسولت رایفل، SMG، اسنایپ، RPG. مثلا اینا غیر مجاز استفاده ازشون، ولی اگه خواستین دیگه براتون مهم نیست که بم بشید، برید حالشو ببرید. باز این زرتو میزنیم. بیایم مهمترین قسمت الان چیت، این بات که خیلی محبوبه این چیت. خب اینجا اول بونو میذارین هر کجا که خواستید، مثلا ما هد میذاریم که رو هد گفت کنه. ایم کیمونم راست کلیک میذاریم مثلا. خب سایلنت ایمو بدازم مثلا آن نکنید چون سوتی بدجوری میدید. بعد هیچ که ثبت میکنم برم. ببینید گفت کرده رو طرف، رو هد طرف. حالا این گان مجاز نیستش، من یه گان مجاز برمیدارم، مثلا پیستول 50. مثلا اگه رابینو زدید اینطوری بزنید یا اینطوری. این باشه دیگه الان گفت میکنم. مثلا دیدید هدیه کمی خیلی تابلوه، بذارید رو نک، رو گردنش الان این گفت میکنم. خب بعد این بات ویکل هم که چیز خاصی نیست و اما وال هم که خیلی مهمه. من خودم رو وال یه دونه اسکلت رو آن میکنم، یه دونه هیرو که HP هم نشون بده چقدر HP داره. خب ببینید من الان برم پشت دیوار، باز چیزشو نشون بده که اونجا یه نفر هستش. بگم یه دونم که گاد موده، وقتی این گاد مود هم آن میکنید دیگه اصلا نمیرید. دیگه بعدش چیز خاصی نیستش. نه یه چیزم که اگه این وپنا رو زدید گانای مجازشون رو بردارید، بعد اینکه برداشتید بیاید تو قسمت تقریبا راه نمیرم قسمت وپون ریمووال رو حتما بزنید چون ادمین میفهمه. اگه ادمین بیاد تو سرور حتما هم این کارو ساعت مثلا 2-3 شب انجام بدید که ادمین تو سرور نباشه. ببینید من الان همه گانام پرید به همین راحتی.
خب اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما لایک کنید، کامنتاتون رو بهم بگید، نظراتتون رو، و کانالم که حتما ساب کنید و هر مشکل چیزی هم که خواستید من تو دیسکورد هستم، بیایید ازم بپرسید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.